درود بر شما دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم که در ادامه اون لایف هایی که از اواسط دوره کرونا برای شما برگزار کردم با دوستان متخصص در حوزه صدا و گفتار خوشحالم که باز دوباره استارت خورد این قضیه و دلیلش دوست عزیزم یونا نامدار بود که مدتی بود ازشون بیخبر بودم. بعد که به هم باز برخورد کردیم دیدم که ماشاءالله اینقدر توسعه داده به ماجرای خوانندگیش که لازم دیدم هم به جهت معرفی این واقعا هنرمند درجه یک از پیج خودم، همین که گپی بزنیم. شاید این صحبت ها و این سوالات و گفتگوها و اینا یک نقاط تاریکی رو در ذهن علاقمندان به صدا روشن بکنه، گره ها رو باز بکنه. و خب من همیشه تلاشم این بوده که حضور ما در این دنیا مؤثر و مفید باشه. حالا دیگه تا چه اندازه، تا چه حد بتونم، اون دیگه قضاوت علاقمندان به این حوزه و کسانی که منو میشناسن. من در مورد خودم برای اون دوستانی که منو نمیشناسن یه معرفی کوچیک انجام میدم، بعد میرم به سراغ یونا جان و ایشونو معرفی میکنم و بعد حتما دعوتشون میکنم که بیان بالا و صحبت رو شروع کنیم. من محمد رضا صادقی هستم. حدود 30 ساله که کار خوانندگی میکنم. حدود 20 سال در ارکستر سمفونیک تهران در گروه خوانندگان بودم و همینطور در نقش سولیست با ارکستر همکاری میکردم، با ارکستر سمفونیک، با ارکستر ملی ایران به رهبری استاد فخرالدینی عزیز، به رهبری آقای چکناواریان و ارکستر زهی ارمنستان. خلاصه اجرای زیادی داشتیم توی ایران و به صورت دوئت و تریو با آقای دکتر محمد سریر، آقای بهزاد داداشی، آقای حامد پورسایی و هر جایی که میشد بالاخره این هنر رو ما توسعه میدادیم. در 2 اپرای عروسکی عاشورا و مولانا هم خوانندگی داشتم که خب من خودم رو یک خواننده اپرا نمیدونم، چون رپرتوار من بیشتر رپرتوار آواز پاپ کلاسیک است، یعنی یک چیزی مابین خوانش پاپ و چیزی مابین خوانندگی کلاسیک غربی. البته از اون تکنیک ها بهره میبرم در خوندن خودم. این در مورد من هست و فعلا هم که در لس آنجلس زندگی میکنم چند سالیه و اینجا مشغول تدریس همین فنون خوانندگی از راه اینترنت به دوستداران این هنر هستم. در مورد آقای نامدار باید عرض کنم، فکر میکنم آقای نامدار خودشون حتما میان توضیح میدن. در مورد سنشون باید هولوش 30 سال باشه، سنشون 2-3 سال بالا پایین. ایشون موزیسین موسیقی کلاسیک غربی هستن، آهنگسازن، نوازنده ویولون و اپراخوان، دارای مدرک فوق لیسانس یا مستر آهنگسازی از دانشگاه RBC یا رویال بیرمنگام کانسرواتوری، مدرک فوق لیسانس از RNCM دارن، رویال نوردن کالج آف منچستر، و در حال حاضر هم دانشجوی PhD آهنگسازی در دانشگاه گلدسمیت در لندن انگلستان. همجور که مشخصه تحصیلاتشون اونجا بوده و ساکن لندن هم هستن. به نظر من هنرمند گاهگداری در یک حوزه‌ای رشد میکنه. مثلا من خودم در حوزه صدا، ولی یا خیلی در حوزه ساز یا آهنگسازی، ولی یونا نامدار واقعا با اینکه جوان هم هست در چند حوزه مالتی تالنتد به قول معروف، یعنی واقعا تونسته در هر حوزه بهترینش باشه. اخیرا من دیدم در پست‌های اینستاگرامیش که نوازندگی چلو یا ویولنسل هم انجام میده. خب این خیلی جالبه که تا الان ویولون رو به زیبایی مینواخت، حالا ویولنسل رو هم مینوازه. به هر حال به وجودش افتخار میکنم و به عنوان یک دوست قدیمی، به عنوان کسی که شاید اون کلاس اول خوانندگیش رو با من استارت زد ولی اینقدر رشد کرد که الان باعث افتخار نه من بلکه همه ایرانیان هست. دعوتش میکنم که بیاد بالا و صحبت کنه. از همه دوستانم خیلی ممنونم که سلام کردن. من به همه سلام میکنم. ببینم میتونم یونا جان پیدا کنم. فکر کنم بالا بودن. شروع گویندگی، شروع گفتگو
لازم میدونم که تشکر کنم از آقای کریم نظامزاده عزیز، دوست بسیار خوبم، هنرمند ستودنی در کرمان که به همراه همسرشون همیشه حامی من بودن در برگزاری این لایف ها. خیلی ازشون ممنونم، تشکر میکنم همینجا از هر دو. خب آقای یونا نامدار عزیز، فکر کنم شما باید یه ریکوست بر من بفرستین. یونا جان، من نمیتونم اینجا شما رو دعوت کنم، به محض اینکه شما یه ریکوست بفرستین من میتونم شما رو دعوت کنم. بذاریم ببینم، شایدم اینجا بتونم. چرا باید بتونم قاعدتا؟ خیر، اینجا باید بتونم. بله خب یونا جان تشریف دارین؟ سلام، درود 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 بر شما آقای نامدار گل، هنرمند نازنین درجه 1. دلین بزرگوارین شما که قربون شما، چقدر خوشتیپ و ماشاءالله عالی. درجه 1 درجه 1. به پای شما نمیرسید. خواهش میکنم خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین آقای نامدار عزیز. من شما رو همیشه به اسم یونا جان صدا میکنم، ولی سعی میکنم امشب کمی رسمی‌تر آقای نامدار صداتون کنم. امیدوارم که در عرصه هنر همچنان نامدار هم باشید، واقعا شایستگیشو دارید. زنده باد. خب آقای نامدار عزیز، من در مورد شما یه معرفی کوچیکی انجام دادم، ولی فکر میکنم اگه شروع کنم سوالات رو بپرسم از حضورتون کم کم میشه حالا جواب بسیاری از سوالات که در ذهن هنرجوها یا دوستداران به هنر خوانندگی هستم کم کم داده بشه. بیایم از کودکی شما شروع کنیم. از کجا کی پی بردین که اصلا این ماجرای خوانندگی یا نوازندگی، آهنگسازی در وجودتون هست؟ میدونی آدم خیلی مهمه که خودش پی ببره که این استعداد رو داره. یکم درسته. برگردیم به گذشته و اگه صحبت دیگه ای هم در شروع دارید که خوشحال میشم. خواهش میکنم. اول سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که هستن و خوشحالم که در خدمت شما هستم امروز. ببینید، من موزیک رو در حقیقت از سن 4 سالگی آغاز کردم و خب 4 سالم بود که با ساز تنبک اول آغازش کردم. ساز تنبک چون پدرم کار موسیقی فولک انجام میداد، حالا خودتون بهتر میدونید، کار موسیقی فولک انجام میداد. بعد دیگه یه جورای موسیقی ذاتی بود توی خانواده ما، یعنی هم برادرم موزیک کار میکرد، هم پدرم. بعد دیگه این خیلی توی من یه جورایی شکل گرفت این قضیه و منم تا سنهای 7 سالگی 8 سالگی فکر کنم تنبک میزدم که بعد دیگه سویچ کردم تو ساز ویولون و توی ساز ویولون هم جالب اینجاست که خیلی زود رشد کردم. یعنی من حالا یه خاصیتی که اوایل بچگی داشتم، چون اینکه هر سازی میدیدم دست و پام میلرزید، واسه همین خیلی علاقه‌مند بودم کلا به همه سازهایی که بود. ولی خب علت این که ویولون رو انتخاب کردم این بود که احساس کردم ویولون سازی که میتونه خیلی درای بزرگی رو به من باز کنه، خصوصا از لحاظ شنیداری. به خاطر همین رفتم سمت ویولون و شروع کردم. اول با ویولون ایرانی شروع کردم آموختن و بعد رفتم هنرستان موسیقی و دیگه مشغول تحصیل و این چیزا شدم. حالا به اونجا هم میرسیم. در حقیقت پس شما خانواده اون عامل اصلی بودن برای کشف استعداد شما و از یه ساز کوبه‌ای شروع کردیم و بعد به ویولون. ویولونتون هم از این ویولونای 3/4 بود، این کوچولوها؟ آره خیلی یادم هم دوستان مثلا آشناهامون میگفتن که همیشه ساز دست خودت بزرگتره. یعنی شما این اهل اتفاق کجا بود. هستین؟ اهل بروجرد هستین یا اینکه توابع اونجا؟ من اصالتا خانواده بورجردی هستیم، ولی خب خودم خرم‌آباد زندگی کردم، یعنی تا یه سنی. بعد دیگه بعد از اون سن مهاجرت کردیم تهران و
اونم بیشترش به خاطر من بود، چون خب یعنی خیلی بقیه میدیدن که خب خیلی استعداد دارم تو زمینه موسیقی. به خاطر همین خیلی همه کسایی که همکاران پدرم بودن یه جورایی پدرمو پوش میکردن که این بچه رو بفرست مثلا هنرستان موسیقی، بفرست یه جایی که مثلا این بتونه رشد. تشویقشون میکردن به اینکه شما رو تو اون حوزه رشد بدن. چقدر خوب که شما در بالاخره چند ساله هستین یونا جان؟ الان من 31 سالمه. 31 سالتون، یعنی به هر حال وقتی شروع کردین 4-5 ساله میشه 24-5 سال پیش، میدونین 25 سال پیش هنوزم موسیقی در ایران یه مقداری بین خانواده ها بسته بود فضا. اون موقع آفرین به پدر شما که خب چون خودشون موزیسین بودن، این دلیل این تشویقای این بوده واقعا. پس مشوق شما به نوعی به اطرافیان پدر و خود پدر بودن. بله بله. بسیار عالی. این سوال من بود که نوشته بودم که شما اول ساز میزدین یا آواز میخوندین که شما فهمیدین که با ساز شروع کردین؟ بله این بله. بوده. از کی فهمیدین که صدام دارین، صدا برای خوانندگی؟ ببینید مثلا تو این من گروه های سرود مدرسه و اینا بودین تو اون دقیقاً فضا؟ خواستم همینو بگم. من یه مدتی حالا قرائت هم میکردم. خیلی از خواننده‌های بزرگ واقعا از همون جاها شروع میکنن، تو مدارس و این فعالیت های این چنینی. بله. آره قرائت هم میکردم. بعد خیلی هم یادم اون موقع مثلا ما میفرستادن که مثلا بری امتحان قرائت بدیم و آها. مثلا من سعی میکردم کپی عبدالباسط بخونم تو اون سن دیگه اون کوچیک. عبدالباسط دیگه شاخ این قضیه بود دیگه در قرآن و اینا. این که صدام هم خب اون بچه که هستین صداتون خیلی چپروک هست، آره سوپرانو. واسه همین خیلی راحت میتونستم مثلا اون تحریر عربی رو مثلا بزنم و اینا. بعد دیگه بعد از یه مدتی کلا بیشتر میشه گفت این کارهایی که انجام میدادم بیشتر یه جورایی شنیداری بود، یعنی سعی میکردم بر اساس شنیدن کپی کنم و دیگه یعنی تقلید میشه گفت منشأ همه بله اتفاقات بزرگ. یعنی سوادی به این وسط هنوز نیومده بله بود. بله. منظورم این بود. یعنی هنوز آکادمیک نرفته به بودم توی هر حال قضیه. ویولون رو از همون کودکی از رو نوت آره میزدین دیگه، نه؟ اونو بله. آره به هر حال با نوت آشنا بودین، آره. ریتم و نوت و اینا رو میشناختین، خیلی مهم بوده. چون من سفر میکردم هر سری مثلا از حالا بروجرد سفر میکردم مثلا به تهران. فکر کنم اگه یادم نره آموزشگاه ظریف بود، میرفتم پیش آقای مازیار ظهیرالدینی یه به به، مدت. استاد بله. بله هم پیش ایشون هم پیش داداششون آقای سیاوش. بعد اتفاقا دیگه من اینجا جزو سوالات همین بود که نزد چه معلمینی دوره دیدین؟ اون اولین معلمی که در ویولون داشتین در کودکی یادتون هست ایشون کی بود؟ اسمشون یادتونه؟ به اسم آقای کاوه که خیلی هم گمنام هستن ایشون، یعنی بیشتر کار موسیقی ایرانی انجام میدادن. اسم یعنی کوچیکشون کاوه بود یا فامیلیشون؟ اسمشون کاوه بود. بله. اسم کوچیکشون کاوه، یعنی آقای کاوه، حالا فامیلی هم داشتن. فامیلیشون در هم همون در همون بله. خرم آباد، در همون بروجرد یا خرم خورم. آباد. ولی بعدش دیگه اومدی در تهران آموزشگاه ظریف و پیش آقای ظهیرالدینی، و دیگه چه معلمینی داشتین؟ من پیش استادای خیلی زیادی کار کردم توی هنرستان موسیقی که من مجبور کردن که اصلا ویولنسل بزنم. یعنی چون اون موقع نمیدونم حالا خاطرتون هست، اون موقع به این شکل بود که مثلا انتخاب ساز اجباری بود. یعنی ما نمیتونستیم خودمون تصمیم بگیریم که چه سازی رو باید بزنیم. و من هنرستان موسیقی که رفتم آقای قربانی یادمه، قربانی، آقای کریم قربانی زنده باشن. قربانی اومد و انگشتای منو دید و گفت خب این انگشتات به درد ساز چلو میخوره، برو ساز آه چلو. چه خوب. و دیگه منم شروع کردم از همون سن چلو زدن. در کنارش کلاس پرایویت میرفتم، کلاس ویولون همچنان کلاس پرایویت هم میرفتم. بعد با کلاس خیلی کار خصوصی. آره با بله. آقای علی پور کار کردم تو با ایران. آقای
علی صالحی پور. صالحی پور، بله. و خارج از ایران هم با خیلی ها کار کردم. حالا به اونم میرسیم اگه اجازه بدین. خیلی خب، چی شد که اصلا چرا تو ایران فعالیت نکردین؟ اصلا چرا تصمیم نگرفتین بمونین ایران؟ شما که خیلی ویولونیست خوب و قابلی هستید و مستعد، چرا تو ایران این همه نوازنده ما تو ایران داریم که موندن همونجا هم دارن پیر میشن و بازنشسته میشن؟ چی شد شما اصلا فکر کردید باید از ایران بیاید بیرون؟ یه جورایی میشه گفت موسیقی هیچ وقت برا من تو حد ایران خلاصه نمیشد. یعنی هیچ وقت خودم رو یعنی چون یه آدمی بودم که خیلی همیشه خودم رو توی استیج‌های بزرگ میدیدم. یعنی همیشه خودم تو لول جهانی میدیدم که بلند بتونم مثلا پرواز بودین پس. دقیقاً که بتونم مثلا پرفورمای خیلی مثلا بزرگتری رو در سطح جهانی انجام بدم. یعنی و یه چیزی در وجودتون زبانه میکشته که کشور من برای رشد اون استعداد من کافی نیست، شاید باید بیشتر قدم‌های بزرگتری بردارم. و خب واقعیت هم همینه، چون شما بعدش اومدید رفتید در چند شاخه تحصیل کردید و در کالج‌ها و دانشگاه خیلی خوبی دوره دیدین و این خیلی با ارزش. الان که دانشجو دکترا هستین که دیگه باعث افتخار. خیلی عالیه. خب پس دلیلش این بوده که خودتون رو بزرگتر میدیدین از اون چیزی که در درونتون بوده. همیشه خیلی وقتا اینه. مثلا بله. توی استیج‌های بزرگ دنیا ویولون میزنم با ارکسترهای بزرگ. حتما هم به همین زودی ها به اون اتفاق به واقعا شاهد خواهیم بود و به اون خواهید رسید. حالا چرا انگلستان رو انتخاب کردین؟ به خاطر دانشگاهاش یا به خاطر شرایط خاص تحصیلی؟ فامیل داشتین اونجا؟ چی بود؟ آب و هواش رو دوست داشتین؟ والا من که قبل از اینکه بیام انگلیس اصلا هیچ آیدیایی نداشتم راجع به آب و هواش و اینا. یه چیزایی شنیده بودم ولی خیلی نه. ولی از لحاظ اینکه چرا انگلیس رو انتخاب کردم، اولش به خاطر اینکه مدرک انگلیسی بود، به خاطر اینکه مدارک انگلیسی توی به زبان انگلیسی خب خیلی برام حائز اهمیت بود. بعد من منم متوجه نمیشم یعنی چی؟ مگه مدرکی کشورهای دیگه به چه زبانیه؟ نه، منظورم اینه که مدارکی که هست به زبان انگلیسی هست دیگه، نیازی به ترجمه نداره. منظورم اینه. یعنی این یعنی مهمه این قضیه برام نظرتون؟ مثلا کسی که میره اتریش تحصیل میکنه فرق میکنه با اونی که میره انگلیس؟ دلیلش نبوده قطعا. یعنی همیشه من انگلیس رو دوست داشتم بیام. یعنی آها. فیلم انگلیسی رو دوست داشتم یه جورایی میشه گفت. و خب اپرا هاوس لندن رو خیلی دوست داشتم. یعنی خیلی خب پس دلایل باعث شد. یکم رویای کودکیتون بوده، جوی آره. جوانیتون بوده. خیلی هم عالی. حالا چرا اصلا کلا موسیقی کلاسیک رو انتخاب کردید؟ پدر که در موسیقی فولکلور بودن، چی شد که شما از اون موسیقی مقامی و فولکلور اومدین به سمت کلاسیک و ویولون کلاسیک؟ و هنرستان موسیقی عامل این قضیه بود یا یه چیزی در وجودتون میگفت که نباید تو این وری بری؟ به نظرم محیط آکادمیک بود. یعنی به نظر من محیط آکادمیک آدمو سوق میده به اون سمت. یه عده‌ای تو شخصشون هست که مثلا به نظرم خیلی راحت میتونن از این قضیه کوتاه بیان و برن ژانر عوض کنن. یه عده‌ای نه، مثلا یکم چیز دارن، یعنی یکمی با این قضیه سرسخت‌ترن میشه گفت. شاید سخت بودن کلمه درستی نباشه، ولی احساس میکنم موسیقی کلاسیک چیزی بود که همیشه منو به اون از لحاظ درونی آروم میکرد. یعنی هیچ وقت من با موسیقی پاپ هم کار کردم، با خیلی از هنرمندان معروف ایرانم کار کردم، حالا خودتونم میدونین، ولی هیچ وقت اون چون از لحاظ آکادمیک وقتی شما رشد میکنین، وقتی کانتر پوینت میدونین چیه، وقتی هارمونی میدونین چیه، وقتی از لحاظ خصوصا من که رشته بچلرم هم آهنگسازی بود،
به خاطر همین خیلی از لحاظ یهو توی یک منبعی از اینفورمیشن قرار گرفتم که دیگه این اینفورمیشن ها نمیذاشت مثلا من بیام مثلا دنبال کار دیگه ای. این چی میگم؟ یه کمی این کلمات تخصصی رو یه ذره کمتر به کار بگیریم، یا اگه به کار میگیرین فارسی معادل فارسیش هم بگین. بچلر یعنی لیسانس، مستر یعنی فوق لیسانس. اینا رو بگیم چون ممکنه خیلی از مخاطبینی که حالا بعدها این لایو رو میبینن، حالا ممکنه امشب تو لایو تعداد زیادی نیان، ساعتشون وقتشون همخوانی نداره با ما، ولی بدونن بعدن که این چی هست دقیقاً. در مورد این خواستم توضیح بدم لطفا. کنترپوان یا مثلا هارمونی، اینا رو یه توضیح کوچیک راجبش بدین. هارمونی چیه؟ اون مثلا خطوط عمودی دیدن نوت ها زیر هم دیگه است. کنترپوان خط افقیشونه، یه چیزی که فقط بعداً برن راجبش خودشون تحقیق بکنن. هارمونی در حقیقت اون کورد هایی هست که توی موسیقی در حقیقت اون آکورد هایی که در حقیقت میاد و باعث میشه اون موسیقی ساخته شه. یعنی اون آکورد، یعنی همیشه میگن هارمونی کورد اگینست کورده، یعنی آکورد در مقابل آکورده، ولی کنترپوان نوت اگینست نوته، یعنی نوت در برابر نوت. یه جورایی ملودی اگینست ملودیه، یعنی چون چند تا ملودی همزمان با هم روی هم قرار میگیرن، یه جورایی بهش مثلا میگن مثلا ویولون یه خطی رو میزنه، به نمیدونم ویولونسل یه خط دیگه میزنه، بعد این روند افقی اینا رو میگن کنترپوان. خیلی هم عالی، خیلی متشکرم. من یه روی گوشی دیگه ای یه تیکه از صدای شما رو دوست داشتم پخش کنم، نمیدونم که حالا این موفق میشم یا نه. گفتم دوست داشتم که دوستان صدای شما رو هم کم بشنوم. آره چرا که نه، حتما کماله صدایی نمیاد. نمیاد. نه صدا نمیاد. باید به هدفونم نزدیک میکنم الان که بازم نمیاد. آره حالا چی؟ الان میاد. قطع شد صدا فکر کنم. یه مقدار این ویدیو رو به طور کاملتر ببینم. خب شما صداتون چی هست؟ تنوره؟ جانم؟ صداتون تنوره شما؟ آره تنور چه مدل لیریکم. تنوری هستین؟ لیریک هستین؟ لیریک یعنی چی؟ یعنی عاشقانه میخونی؟ لیریک یعنی در حقیقت ما یه دو نوع تایپ صدایی داریم دیگه. یکی تنور دراماتیک هست که دراماتیک ولی اینتری رو ساپورت میکنه، یه نوع تنور لیریک هست که نوت‌های بالاتر، یعنی گرایش صدایی و نوت‌هایی که تمام اینا بر اساس نوت‌هایی ساخته میشن که رجیستر اون خواننده رو در حقیقت سرچشمه میگیره. یه نفر نوشته صدا نمیاد، نمیدونم مشکلی. دوستان یه تایید بکنین، صدا قطع و وصل میشه. ببینید مشکلی شاید از گوشی من باشه، نمیدونم. بذار اینا که وصل آره شد. الان چطور صدا؟ دوستان یه تایید بکنن که صدای منو دارن، صدای آقای نامداری هم دارن. من چون فکر کنم این به ایرپادو در آوردم اینطوری شد. یه تایید اگه درست بکنید. آقای دکتر محمد زادم توی این لایف هستن، بهشون سلام میکنم. حتما. یکی از بهترین صدا الان اوکی، بسیار خیلی متشکرم، خیلی ممنون دوستان عزیز. خب پس شما یک صدای تنور لیریک هستید و حالا یه صدای تنور لیریک میتونه دراماتیک هم بخونه؟ ببینید میتونه بخونه، یعنی میتونه اون نوت ها رو هم داشته باشه، ولی قاعدتا به تمیزی
یه تنور دراماتیک نیست. مثل من میدونم خب مثلا دومینگو اصل صداش همونجور که میدونین این یه خواننده یه تنور بوده، یه دوره‌ای. بعد مثلا سن که رفته بالا الان تقریبا خیلی از آثار باریتون رو داره اجرا باریتون میکنه، رپرتوارش عوض شده. باریتون رو داره اجرا میکنه و این همه تنورها اینطوری هن آیا نامداری؟ یعنی همه تنورها پایان عمرشون صدا افت میکنه؟ فکر میکنم گذر سن خیلی مهمه و تمرینت با وکال کوچت هر روزه خیلی مهمه. یعنی اگر بتونین مثلا وکال کوچ خوب داشته باشین که بتونه صداتون و رزونانس صداتون رو خوب بشناسه و بتونه همیشه اون تمریناتی که لازم دارین برای اینکه صدای سالمی رو در حقیقت حفظ کنین طی سالهای، خصوصا ویبراسیون. چون ویبراسیون ها متاسفانه یه مشکلی که توی ویبراسیون هست، اکثر خواننده ها که ویبراسیون رو از اینجا به وجود میارن، در صورتی که اصلا ویبراسیون اصلا درستش اینجا باید توی رزونانس صدا خودت توی فیست این اتفاق بیفته و تبدیل بشه با منشأ دیافراگمی تنفسی. خب و این چیزایی هستش که خب بر اساس تجربه و سالها تمرین و ممارست با استادای مختلف و به وجود میاد. شما موسیقی پاپ هم یه دستی داشتین دیگه. من میدونم که شما یه سری کارهای موسیقی پاپ و اینا هم در قبل از مهاجرتتون در ایران میدونم آهنگسازی کردید، یه آلبوم حتی آماده دارید از اون دوره و اینا رو بیرون ندادین به خاطر همون گرایشات کلاسیکی که داشتید. یعنی یه کشمکشی بین پاپ و کلاسیک بوده. خیلی برام جالبه نگاه شما رو به عنوان کسی که در اون حوزه پاپ کار کرده، آهنگسازی کرده، خوانندگی کرده، حتی ستاره‌های پاپ دوره قبل از مهاجرت رو دوست داشته، دنبال میکرده، از اونها برای خودش یه به هر حال یه بتایی هم شاید ساخته بوده دوره‌هایی، ولی بعداً میاد از اون محیط بیرون و از اون در حقیقت از درآمد خیلی خوب چشم پوشی میکنه، چون رفتن در موسیقی پاپ به نوعی رفتن به سمت مردمه و خب درآمدم با در تعامل با مردم گفته صدای میهمان قطع و وصل میشه. من نمیدونم مشکل شما چه هست موبایلتون آقای نامداری، ولی امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. حالا باز ببینم باز تعداد جان. الان صدای من خوبه؟ بذاریم ببینیم همین جمله شما رو تایید میکنن دوستان که خوبه، بعد ادامه بدیم. اکثرا نوشتن خوبه. یه نفر گفته نت شما خرابه. حالا نمیدونم شاید با دوستان دیگه توی گروه بودن که گفتن، چون بعضی وقتا در ایران دوستان دنبال میکنن ممکنه اینترنت چون بالا پایین میشه. چقدر زمان زود میگذره و من یه 2-3 صفحه سوال نوشتم از شما بپرسم، چون میدونم توی این سوالات کوتاه جواب بدید حتما به همشون میرسیم. خب شما چی شد چشم پوشی کردید از موسیقی پاپ و رو آوردین به کلاسیک؟ فکر کنم توضیح دادم به دلیل اینکه چطور از اون درآمد گذشتین؟ چون بالاخره رفاه مهمه دیگه. شما چشم پوشی کردید به نوعی. به نظر من اینا همش برمیگرده به درون آدم. وقتی درونت مثلا با یه فضایی خیلی مثلا نیست، طولانی مدت نمیتونی اون فضا رو مثلا داشته باشی، به نظرم این خیلی میتونه تأثیر گذار. چون بعد مثلا من خودم جز آدمایی بودم که توی ایران، خب حالا نمیدونم بهتون گفتم یا نه، اسپانسر 100% داشتم، یعنی 100% داشتم، سرمایه گذار. آره سرمایه گذار 100% داشتم که مثلا اتفاقا از همین اسپانسرایی بود که برای خیلی از خواننده‌های معروف ایران یعنی کمپانیش اینا رو ساپورت میکرد. ولی واقعیت اینه که خب من همه آدما به نظرم نباید بشن مثلا شادمه رقیلی، همه آدما نباید بشن مثلا نمیدونم، به نظر من اینجوریه، همه آدما هم نباید بشن پاواروتی، نباید بشن مثلا
چی میگم، یعنی به نظرم یه بخشیش قطعا آگاهیه. به نظر من بخش عمده اصلیش آگاهیه که این آگاهیه کمک میکنه که آدم بره دنبال علاقش و خودشو محک بزنه توی مارکت جهانی، خودشو محک بزنه. ببین اصلا گرفتم. خیلی هم عالی. شما محک هم زدین تا الانم خیلی خوش درخشیدین. از دشواری ساز و صدا بگین. چقدر شما در روز تمرین ساز کردین تو تمام این سالها؟ مثلا من یادم دوست عزیزم مازیار ظهیرالدینی، همکار من در ارکستر، میگفت که من روزی 15 ساعت ساز میزنم گاهی. میخوام ببینم آیا واقعا روزی 15 ساعت ساز زدن اصلا امکان پذیره؟ چون میدونم در خوانندگی ما بیشتر از 3 ساعت در روز نباید فشار بیاریم، چون حتما صدا آسیب میبینه. شما درست. چی فکر میکنین و به شما چی آموزش داده شده؟ ببینید من طی دورانی که مثلا توی هنرستان بودم واقعا بود که مثلا روزی 10 ساعت رو حداقل میزدم، چون 10 ساعت که میگم مداوم نبوده. یعنی مثلا 3 ساعت 4 ساعت اول صبح مثلا با فاصله 3 ساعت 4 ساعت، که البته اونم باز مثلا توی اوقات فراغت نوجوانی و اینا، خب چون آدم خیلی مسئولیتی نداره دیگه، باید و وقت فراغت بیشتری داره برای اینکه بتونه مثلا تمرینات زیادی رو انجام بده. و من خیلی خوشحالم که این تمریناتی که انجام دادم با آدمای کاربلد بود و همین باعث شد که مثلا من بله. بتونم اون همه اتود و مثلا مهم. کاپریس های خیلی سخت رو بتونم مثلا منیج کنم و بتونم به صورت طولانی مدت من پرکتیسشون در بکنم. جریانم که آثار پاگانینی رو به خوبی نواختین، در پیجتون هم هست، خیلی هاشون واقعا خیلی عالی. من هر موقع واقعا دلم برای خود تنگ میشه میرم پیج تو بالا پایین میکنم و پستا رو نگاه میکنم. عرض کنم که خب این خیلی مهمه. پس شما اشاره کردید به معلم خوب داشتن، این خیلی مسئله مهم. یعنی بعضی وقتا یه معلم نادرست انتخاب کردن ممکنه کلا مسیر یک موزیسین رو ببره به یه جای دیگری. و یه درست. معلم خوب میتونه در کنار اینکه روی صدا یا ساز فرد کار میکنه بهش آیدیاهای خوبی بده در اینکه چه قطعاتی رو انتخاب کنه، چی بخونه، چی نخونه، کجا حضور پیدا کنه، کجا حضور پیدا نکنه. میدونی اینا خیلی خیلی مهمه. صدا چی؟ ماجرای صدا، چند ساعت در روز شما آواز میخونید، تمرین میکنید؟ ببینید بستگی داره به مثلا نوع پرفورمنس. مثلا اگه ما بخوایم پرفورم کنیم قطعه ای رو قاعدتا خب باید همه این قطعات با استاد چک شه. یعنی باید یه وکال کوچی بیاد بهت که معمولا بهش میگن رپرتوار کوچ. در حقیقت یعنی رپرتوار رپرتوار هم به تعداد قطعاتی میگن که شما قراره برای کنسرت آماده کنید. دقیقا بله. بله. رپرتوار کوچ میاد چه کار میکنه؟ میاد در حقیقت اون قطعاتی که شما طی این اپرایی که مثلا حالا بگیم 3 تا آریا هست، مثلا 3-4 تا دوئت، 4-5 تا مثلا کوینتت. حالا دوئت یعنی 2 خوانی، کوینتت یعنی 5 خوانی، یعنی 5 تا خواننده با هم بخونه. یا مثلا دوئت داریم، تریو داریم، کوارتت داریم و کوینتت. درسته؟ بیشتر از اینو دیگه چی میگن؟ بیشتر از 5 نفر رو میگن ارکستر مثلا مجلسی. سیکستت هست، سپتت هست فکر کنم، و اوکتت فکر میکنم یه همچین چیزیه که در حقیقت به هشتایی میگن، ولی هشتایی بالاتر رو دیگه میره جزء گروه آنسامبل. در آنسامبل. حقیقت و معمولا آنسامبل. ارکستر مجلسی نام میگیره، نه؟ دقیقا. و بسیار بعد به چه تعدادی بالاتر میگن سمفونیک؟ سمفونی دیگه بالای مثلا فکر میکنم ارکستر مجلسی تا 20 مثلا 20 نفر اینا هست. بالای اونو از دیگه. دیگه هر چقدر بره بالاتر تعداد زیاد دیگه میشه ارکستر سمفونی. آره. بله. حالا دوستان اومدن جو سوال می نویسن ولی الان نمیخوام سوالا رو جواب بدیم. اگه اجازه بدید من یه تایمی رو میذارم برای سوال کردن، بعد راجع به اون سوالام جوابای یه خطی میدیم کوتاه. برم جلوتر. پس شما در نهایت هنوز جواب من ندیدین. چند ساعت در روز تمرین صدا اوکی مناسبه؟
معمولا به صورت نرمال بخوام بگم نهایتا همون 3 ساعت که خودتون گفتین. ولی به طور خیلی کم دیگه، کم شما مثلا بعضی روزا اصلا تمرین نمی کنید یا مثلا یه روز در میون تمرین میکنید. قضیه آوازتون چطوریه؟ قضیه آواز به این شکله که بیشتر ببینم که در حقیقت معمولا به این شکله که من هر روز سعی میکنم تمرین کنم، ولی خب وکالیزو دارید؟ آره وکالیز رو باید انجام بدیم، چون خصوصا چک کردن اتفاقای تکنیکالی صدا، یعنی چک کردن اون قسمت برایت و روشن صدا تو هر سری چک کنی، بالا رونده پایین رونده، اون تکنیک در حقیقت پاساجویی که توی زبان ایتالیایی هستش رو هی پاساجو تو تکرار کنی و این پاساجو کمک میکنه که شما صدای سینه، صدای وسط و صدای سر تو هی بری بالا و بیای پایین و این تکنیک رو در حقیقت داشته باشی. فکر میکنید خواننده‌های سنتی هم، موسیقی ایرانی هم براشون مهمه که داشته باشن این طبقات مختلف رزونانسی رو؟ یعنی مثلا چست وایس رو بشناسن، میدل وایس رو یا هد وایس رو؟ خواننده‌های ایرانی یا خواننده‌های پاپ واقعا مهمه، مخصوصا خواننده‌های ایرانی من الان مد نظرم هست. دانشش به نظرم خیلی مهمه، یعنی اصلا اصلی ترین چیز توی فنون هر آوازی متد کلاسیکه. یعنی متد کلاسیک رو وقتی شما بدونین بعدش میتونی بری جاز بخونی، میتونی بری سنتی بخونین، یعنی میتونی شما بری. الان در واقع دانشجوی دکترا هستید در این حوزه در خارج از ایران. چیزی که برآیند تحصیل شما در این مدت بوده اینه که خوانندگی آواز کلاسیک غربی یا حداقل اون بخش صداسازی اون آواز میتونه برای خواننده‌های پاپ و سنتی هم مفید باشه. ولی دقیقاً این 100%. خراب نمیکنه خواننده سنتی رو از اون حس چیز خراب کنه؟ چطور بگم، مثلا بگن آقا این وقتی میاد مامه میمومو انجام میده و اینا صداش یه ذره جدیت پیدا میکنه، از اون حس و حال موسیقی ایرانی دور میشه. شما اعتقاد ندارید به این موضوع؟ من نه، راستش من اصلا به این اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم که احساس توی درون هر انسانه، یعنی احساس توی صدا، توی روح انسانه و انسان با تا زمانی که روح سالمی نداشته باشه، روان سالمی نداشته باشه، همچنین فیزیک سالمی نداشته باشه، نمیتونه اون حسی که هست رو بیان کنه. و و تمرینات وکالیز و اینا همه اینا چیزایی هستن که در حقیقت بیس آوازه و اگه یه خواننده ای ندونه مدام داره با فشار آواز میخونه و مدام داره به تارهای صوتیش صدمه وارد میکنه. آره. متوجهم. من خیلی عذرخواهی میکنم از دوستانی که مجبور شدم کامنت رو ببندم، چون همش رو صورت شما نوشته میاد و عجیبه که تا الان به این موضوع فکر نکردم. یعنی همش داشتم به این فکر میکردم که شما چی میگید و بحثتون برام مهمتر بود. خیلی از شما عذرخواهی میکنم، همینطور از دوستانی که کامنت رو بستم. ولی حتما کامنت ها رو باز میکنم، بعدا سوالات رو یک جا با هم بشنویم. خیلی جالبه این چیزی که میگید. اتفاقا منم توی کلاسم هنرجوی آواز ایرانی هم دارم که دارن تکنیک های صدا سازی کار میکنن، ولی قراره که خواننده سنتی باشن و ندیدم تا حالا تو این سالها به من اعتراض کنن که من مثلا این فرم صدا سازی آواز خوندن من خراب کرده. جالب بود از شما هم شنیدنش به خاطر آکادمیک تر بودن این قضیه در تحصیلات که داشتین. اهمیت صداسازی رو هم برام بگین. آیا ممکنه یه خواننده بتونه بدون صدا عبور از صداسازی برسه به صحنه؟ آیا ممکنه بتونه اجرای درخشانی در استودیو داشته باشه بدون اینکه خاستگاه تنفسیش رو بدونه، بیانش رو بشناسه، ماهیچه‌های بدن یا جایگاه رزونانسی رو؟ شدنیه به نظرتون؟ و این دوره معمولا چقدره؟ 1 ماه، 6 ماه، 2 ساله، بیشتره، چقدره؟ به نظر من این سوال بهترین شخصی که میتونه جواب بده خودتون بایستم، هستین، نه ولی من حالا من میخوام دیدگاه شما رو بدونم.
این وسط. نه خوشحال میشم واقعا دیدگاه شما معلمین، الان میدونم کلاس‌های آنلاین دارین، هنرجویان زیادی دارین آنلاین، و خب برای من جالبه بدونم الان شما این قضیه رو چطور میبینین؟ به شاگرداتون چی میگید؟ میگید آقا چه مدت بیای کافیه؟ 2 ماه بیا، 3 ماه بیا، 2 سال بیا، 3 سال بیا، 6 سال بیا؟ چه آیا در مورد کیس با کیس فرق میکنه؟ دقیقا میزان تمرین هنرجو کم و زیاد میشه، این دوره رو کوتاه بلند میکنه؟ من میخوام اینا رو بدونم، شما دیدگاه شما چیه؟ به نظر من همش برمیگرده اول به گوش شنیداری، یعنی گوش نوایی موسیقایی. اگه یک نفر کاملا، ما بهش میگیم از لحاظ انگلیسی بهش میگیم تون دف، یعنی کسی که کلا آره. از شنیداری، آفرین، از لحاظ شنیداری، یعنی اصلا کلا یه عده‌ای هستن که کلا 3 دسته، فکر نمی‌کنم بیشتر باشن. یه عده هستن که صدای کلا فرق پیچ ها و فرکانس ها رو نمیتونن تشخیص بدن. و اونا یه اصلا عده هستن درست نمیشن اونا یونا جان؟ درست میشن، چرا اونا هم درست. درست میشن، ولی زمان، دارم میگم زمان اینها با هم فرق میکنه، یعنی زمان گیری همه اینا با هم فرق میکنه. ولی یه عده هستن که مثلا صدا رو میشنون ولی نمیتونن تو حنجرهشون پیدا کنن، نمیتونن بفهمن این نوته الان توی حنجره من کجاست. خب اونا یه مقداری امید بیشتری یه جورایی میشه گفت بهشون هست و میشه آن مثلا کس خیلی که با خیلی بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. دقیقا و یه عده‌ام هستن که در حقیقت تا میشنون میتونن در حقیقت کپی کنن و خب اینا خب کسایی هستن که دیگه کاملا سلامت شنیداری دارن، یعنی میتونیم در حقیقت با تمرینات اسکیل و چیزای اسکیل بیسیکی که هست، منظورتون نواختن گامه، کلاویه های نواختن گام؟ بله. گام نوازی، دقیقا با تمرینات گام نوازی اینا اول یاد بگیرن صدای خودشون رو به صورت گام های مختلف پرکتیس کنن، که گام خوانی کنن، که مثلا کتاب های خیلی زیادی هم برای این متد هست حالا و بعدش مثلا کتابم که نباشه آقای نامدار عزیز، میتونن با شناخت تئوری موسیقی در مورد اینکه آقا یه گام ماژور یا یه گام مینور چه ساختاری داره، با یه ساز کوچیک، حتی با این نرم افزارهایی که کلاویه‌های پیانو روش هست، با یه انگشت رو اونا اینا رو بنوازن و بشنون و تکرار کنن، و شما باورتون اینه پس یه کسی که گوش نیمه قوی ضعیفی داره اون وسط هاست، میتونه با شناخت گام و فاصله سطح شنیداریش رو بیاره بالا، حتی به سطحی برسونه که یه روزی خواننده کلاسیک بشه. آها، 100%. بسیار عالی، بسیار عالی. صدا سازی رو هم نگفتین، گفتین دورش چقدر کم و چقدر زیاده؟ مثلا دیگه حداقل چقدره، حد اکثر میتونه چقدر باشه؟ برای اینکه به نظر من صدا سازی یک سیستمیه که باید خیلی زمان خودت براش بذاری، یعنی به نظر من یه چیز شخصیه، اصلا چیزی که شما برین کلاس استاده بهت بگه این درسته، اوکی این درسته، ولی آیا اون چیزی که درسته، منی که مثلا اپرا میخونم، آیا توی مارکت اپراتیک توی سبکای مختلف چه حالتی قرار میگیره؟ آیا مثلا اگه من بیام شوبرت بخونم باید همون جوری بخونم، یا آیا باید مثلا واگنر میخونم باید همون شکلی بخونم؟ نه، به نظر من این یه چیزیه که باید طی سالهای زیاد پرکتیس خود آدم، خود شخصی که خواننده هست تو درون خودش پیدا کنه، این بر اساس تمریناتی که خودش با خودش میکنه یا استادش باهاش میکنه، بتونه با اون صدا سازی که در حقیقت هست اخت بگیره، بدنش، فیزیکش با اون صدا سازی اخت بگیره. و ممکن چقدر طول بکشه این حدوداً؟ یه چیزی عددی به اون بگید، حالا من نرمالش رو بگین. بیسیکش فکر میکنم تا 1 سال الی 2 سال طول میکشه که مثلا کامل دیگه طرف جایگاه، حداقل جایگاه های صداییشو بشناسه و بعد از اون و میتونه شروع کنه به اجرا، یعنی میتونه وارد صحنه بشه. به نظر من بعد از اون میتونه یواش یواش صدای خودش رو تازه پیدا کنه. آه.
تازه میتونه بعد از اونه که تازه صدای خودش رو میتونه پیدا کنه و میتونه بره به سمت اینکه صدای رزونانسی که من الان تولید میکنم آیا پروژکشن داره، آیا پرتاب صدایی داره، آیا میتونه با یه ارکستر بخونه صداش گم نمیشه زیر اون ارکستر. اینا خیلی آقای نامداری عزیز، آقای نامدار عزیز، نظرتون راجع به خواننده های پاپ امروزی که واقعا این دوره ها رو خیلی ها نگذروندن، خیلی هاشون سولفژ نمیدونن، نوت‌خوانی بلد نیستن، ریتما رو ذاتی بلدن، با تقلید از خواننده ایکس و ایگرگ به نقطه رسیدن که کنسرت میدن و کنسرت های میلیونی میدن و منظورم میلیونی از بابت اینکه قلقله میشه کنسرتشون، یعنی مثلا نمیدونم در طول سال دارن چند چندین ده شب اجرای دو سانسه دارن. نظر شما چیه واقعا با حضور اون فرم موسیقی پاپ، موسیقی کشور ما داره به چه سمتی میره؟ شما نگران آینده نیستید؟ نگران نسل نوع ما نیستید که اینا چه بلایی قرار سرشون بیاد با مثلا موسیقی بشکن و بالا بنداز؟ من نمیگم اون نیاز جامعه نیست، آدم نمیتونه در عروسی، در تولد، در نمیدونم خیلی مراسم خیلی شاد زندگیش نمیتونه بیاد باخ و بتهوون و موتسارت گوش کنه، خب این یه واقعیتی. ولی موسیقی پاپ هم حتما درجات مختلفی داره، درجه یک دو سه داره. شما چطور میبینید؟ الان نگران اوضاع هستید به عنوان یک کسی که تحصیل کرده خارج از ایران، از بیرون داره موسیقی داخل رو رصد میکنه؟ درسته. من ببینید کلا الان باید خواننده های پاپ ایران رو بگم، یعنی خواننده که بله توی بله، پاپ بیشتر پاپ داخل ایران من منظورمه، چون حالا پاپ خارج از ایران ما یک تعداد اندکی داشتیم که اونا هم دیگه نسلشون تقریبا دیگه پیر میشه، میدونید ما خیلی دیگه با راجع به اونا نمیتونیم قضاوت بکنیم دیگه، اونا قابلیت هاشون به جهت سنی کاهش پیدا کرده و من دیدم دوست عزیزم آقای هومن تکاو میاد نقایص اونا رو گوشزد میکنه که بسیار هم کار با ارزشی، بسیار برای کار آقای هومن تکاو من ارزش قائلم. ولی خب یه واقعیت اینه که وقتی هنرمند دلش برای خودش نمیسوزه که آقا تو باید یه دوره‌ای داشته باشی بدرخشی و یه دوره بازنشستگی داری دیگه باید بپذیری که از اون سن بری آقا شاگرد درس بدی، بری با اون درآمدایی که داشتی دیگه دوره بازنشستگی تو بگذرونی دیگه، بری توی محافل فقط حضور تو اعلام کنی و مردم بگن آقای ایکس اومدن اینجا، براشون مثلا کف بزن، کف مرتب، ایشون استاد مثلا موسیقی پاپ ما بودن، یک دوره‌ای درخشیدن. ولی خب نمیدونم چرا حالا این جذابیت پوله که اجازه نمیده در این گروه سنی با این همه وضع مالی خوب بازم فاصله بگیرم. بیشتر من جوونا رو مد نظرمه، جوونای داخل ایران. به نظر من خیلی ها هستن که صدای خوبی دارن، صدای این تمبر خوبی دارن، ولی متاسفانه همون که خودتون گفتین ضعف اساتید، حالا اساتید توی ایرانو من خیلی اخیرا نمیدونم ولی مطمئنم که خیلی وضعیت خوبی توی ایران نیست برای آواز، حتی سلامت صدایی وجود نداره، یعنی سالن های بسیار بدی داره ایران. من خودم هم توی اون دوره رفتم، سالناش اصلا استاندارد نیست، اصلا آکوستیک نیست به معنای واقعی و خیلی در حقیقت خواننده هایی هم که هستن متاسفانه غیر از مثلا حالا اندک شماری که حالا اجازه خودمونم بدین حالا اجازه بدین حالا اسم زیاد خاص از کسی نبریم که بعد کسیش گله من نشه چرا اسم من نبردن، چرا اسم ام، پس تصور شما اینه که خیلی خوشبین نیستید به وضعیت موجود؟ اصلا آها. خوشبین نیست اصلا. متاسفانه. خب چه اصلا میشه کرد برای این وضعیت؟ کاری هم از دست هنرمندانی که خارج از ایران هم برمیاد اصلا؟ نظر شما گذاشتن این لایوا و راجع به بدبختی ها و مشکلات مثلا موسیقایی کشور حرف زدن مشکلی رو حل میکنه آیا؟ چون ما به نظر مخاطبامون تعداد خیلی کمی هن. ما راجع به یک جماعت خیلی بزرگی حرف میزنیم که اصلا لایو ما رو نمیبینن، اصلا درست نمیدونن آقای یونا نامدار وجود داره، نمیدونن آقای محمد رضای صادقی وجود داره، میدونین خیلی درست اصلا ما رو نمیشناسن. بله. چطور میتونیم کمک کنیم به این اوضاع؟ حالا من، شما، دیگری هم یه جماعتی، حلقه ای که دلشون میسوزه برای وضعیت فرهنگی،
الان آقای هومن تکاو اومده این قدم رو برداشته، این خیلی خوبه، قدم مثبتی، ولی با نقد اینا اونا اصلاح نمیشن. بعضیاشون تازه جبهه میگیرن، دشمن تراشی میشه، آقا ما ببینیمت با چاقو هم میزنیمت، انقدر تهدیدش کردن طفلی رو. و نه، من میگم دنبال راهکار درست درمونتر، کار دیگه ای نمیشه کرد. به نظرتون با تولید کار خوب نمیشه گوش جوونا رو اصلاح کرد؟ مثلا من خودم همیشه به این فکر میکنم شاید هنرمندای خوب کمکارن، با کمکاری در حقیقت هنرمندان خوب داره ضربه میزنه به این ماجرا. هنرمندان ضعیفتر پرکارن و اونا میان کاور میکنن، میپوشونن این ماجرا رو. فکر نمیکنی میتونه یکی از مسائل همین پرکاری باشه؟ مثلا شما چرا کار نمیکنید؟ سوال من اینه، درست. حالا به شما حمله میکنم، چرا شما کمکارید؟ من که کارامو دارم آها. میکنم، یعنی دارم کار الان نزدیک یه آلبوم در حقیقت من روی صفحم هم هست. حالا دوستانی که دوست دارن میتونن برن کار منو بشنون، هم توی یوتیوب هم هست، هم توی اینستاگرام هم هست. و ولی راجب بچه‌هایی که توی ایران هستن و چه کاری میشه کرد، به نظر من تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که هر کدوم از ماهایی که به نظرمون فکر میکنیم حالا یه مقدار، یه حتی چند قدم جلوتر از اونایی هستیم که توی ایران هست، و اگر بتونیم همین لایوا رو داشته باشیم، همین راجب چیزهای خیلی یا مثلا حتی همین آقای هومن تکاف تکاو. گفتیم. آقای آره، تکاو. مثلا همین آقای تکاو تعدادشون بیشتر بشه، تعداد نقد میکنن به خواننده هایی که واقعا خواننده نیستن، از مثلا صنعت چه میدونم فضاپیما اومدن شدن خواننده یا بیشتر مثلا از ببینید واقعیت اینه که بیزینسی وجود داره، بیزینس خیلی بزرگی در هنر که نمیشه چشم پوشی کرد از درآمدش. مثلا من یادم در گذشته در ایران برای هر شب عروسی رفتن، خیلی از این دوستانی که به عروسی ها میرفتن اون موقع 15 میلیون 20 میلیون پول میگرفتن. اون موقع که کارمندش نمیدونم 300,000 تومان حقوق میگرفت، اونا اصلا 10 میلیون میگرفتن برای رفتن 2 ساعت توی مجلس و آواز خوندن. خب این پوله میتونه مخرب باشه، میتونه ببره جوونا رو به اون سمت، مخصوصا در اوضاع اقتصادی بدی که در ایران الان حاکم هست و ارزش به هر حال پولی ما داره کم و کم و کمتر میشه به دلایل جنگ خاورمیانه و مسائل دیگه. در نتیجه من فکر میکنم که متاسفانه آقای تکاف هم در نهایت خسته میشن از اینکه آقا طرف گشنشه میخواد پول در بیاریم. نه، اگه بیا تو وادی موسیقی کلاسیک، واقعا در وادی موسیقی کلاسیک پول در میاد آقای نامدار؟ در چه اگه تو هر سطحش باید باشید که درآمد خوبی داشته به نظر باشید؟ من توی هر هنری، توی هر ژانری شما به کارتون در معرض دید قرار بگیره، بله. ناخودآگاه میتونین پول در بیارین. حالا شما اگه خواننده جز هم باشین ولی هیچ آها. کسی نشون، همینه یعنی دقیقا همینه. یعنی به نظر من خیلی موثره که مثلا شما بتونین فعالیتتون رو در معرض دید قرار بدین. یعنی و ویترینی داشته باشید برای معرفی خودتون. متاسفانه یه چیزی که هست و این شامل فقط ایران نمیشه، این یه واقعیتیه. من اوایل که تو ایران بودم فقط فکر میکردم این مشکلات فقط شامل ایرانه، ولی یه واقعیتی که هست، حتی سرمایه گذاران بزرگ ایرانی هم حاضر به مثلا ساپورت یه هنرمندی که زحمت کشیده برای هنرش و سالها ساز زده، سالها مثلا آواز خونده یا تکنیک بالایی داره و آگاهی بیشتری داره نسبت به هنر و حالا کاری که داره انجام میده، کسی نیست که مثلا هستن ولی حالا مثلا من تا حالا فقط اندک شماریشون رو دیدم. حالا نمیدونم اونجا توی لس آنجلس آیا شما بهشون برخوردین یا نه، چون توی الی ممکنه اتفاقای بهتری بشه رقم زد. والا ما اینجا در حوزه موسیقی کلاسیک همین الی فیلارمونیک رو داریم
که آقای دودامل در حقیقت رهبر اون ارکستر و آثار کلاسیک اجرا میکنه. انقدرم تبلیغ میکنن که بتونن سالن رو پر کنن. یعنی بعضی وقتا من دیگه روی اینستاگرامم، روی فیسبوکم، روی نمیدونم تلفنم، روی تلویزیون، یوتیوب که نگاه میکنم، همه جا داره میگه آقا بیاید الی فیلارمونی کنید. این نشون میده که خب مخاطب اونقدر نیست که اینقدر تبلیغ اتفاق میفته. غم انگیزم هست، غم انگیزم هست، ولی خب به هر حال مشتریای خودشو داره. یعنی یه تعدادی هستن، یه درصدی از جامعه که اصلا گوششون تیز میشه وقتی میشنون یه جای مثلا ارکستر برنامه داره، فلان ارکستر داریم. ما از این اجرا اینجوری داریم و کم هم نداریم، اپرا زیاد اجرا میشه و اینا، ولی خب به نسبت موسیقی پاپ اصلا اونقدر گسترده نیست. شما میرید یهو میبینید مثلا فلان اجرای مثلا گروه ایگلز مثلا یا گروه پینک مارتینی، میبینید 17,000 نفر به هالیوود بول پر میشه، ولی برای درست. مثلا یه ارکستر کلاسیک باید یه سالن 2,000 نفره پر بشه، ماکسیموم 3,000 نفر. میدونید دیگه بیشتر از این زیاد کشش نداره. اینا درست. مشکلی در ایران. میدونید این یه مقداری نبود شادی باعث این قضیه هم شده. شما وقتی شاد نیستین، بعد موسیقی کلاسیک همچین انگار بیشتر داونتون میکنه. البته برای اون کسی که مخاطب موسیقی کلاسیک نیست درست. و دنبال این میگرده که آقا یه چیزی باشه یه کمی حالش رو بهتر کنه، میره به سراغ موسیقی یه کمی مردمی تر. حالا توش اگه یا بشکنی هست یا اگه بشکنی هم نیست، یه هیجانی هست بین سازا و این چیزا. یا موسیقی شعرش مثلا شعر شادتری از عشق میگه، از رسیدن، از امیدواری فلان. و من فکر میکنم حالا همین ماجرای نبود شادی باعث شده که موسیقی کلاسیک جایگاه خودش رو از دست بده. بعد کلا برنامه سازی هم نمیشه. شما مهم. یادتون میاد اصلا ما در تمام این سالها که عمر کردیم، حداقل ما نسل من و شما، یادتون میاد یه برنامه جدی در مورد موسیقی کلاسیک بوده باشه که بیاد سازها رو معرفی کنه، آثار کلاسیک بزرگترین آهنگسازان دنیا رو معرفی کنه؟ هیچ وقت چنین چیزی نه. رادیو تلویزیون ها خیلی بهش نمیپرداختن، درست میگم؟ ایران که اصلا موسیقی هنوزم که هنوزه حرام محسوب میشه، یعنی بله، مشکل تقابل مذهب با موسیقی هنوز ادامه داره. بله. این بزرگترین فکر میکنم ضربه بود که ما در حقیقت هم موسیقی خیلی جدیمون، اگه بشه اسمش رو جدی گذاشت، خورد. همین که موسیقی که حالا میشه گفت یه مقداری فانتر و حالا یه کمی ساده تره برای مخاطب، البته یعنی این ظاهر قضیه است آقای نامدار. فکر کنین شما ام، الان میبینید بیشتر موسیقیایی که با مجوز فرهنگ و ارشاد داره میاد بیرون و سالن‌های بزرگ، سالن میلاد و دیگر سالن‌های بزرگ رو پر میکنه، همش موسیقی پاپ روز جامعه است و بشکن و بالا بندازه بیشتر، میدونید. دقیقاً. و تو شاید اون تفکره وجود نداره، اون ایدئولوژی وجود نداره واقعا. چون خب اصلا نسل‌های قدیم هم مثلا حالا ما بخوایم برگردیم به حتی موسیقی پاپی که نسل قدیم داشته، حتی تا همین مثلا 1370 و مثلا 15 سال پیش حتی. آفرین، مثلا بله. بهروز صف بود، بله. محمد فراغلی بود. به هر حال یکم وضعیت باز بهتر بود، یعنی کسایی داشتن موسیقی تولید میکردن، موسیقی رو در حقیقت بولد میکردن، حتی توی موسیقی پاپ که واقعا طرف مثلا سواد آهنگسازی داشت تا یه حدی، نه اینکه حالا مثلا طرف میومد راخمانینوف مثلا آنالیز کنه یا مثلا چه میدونم لیگتی و اینا، ولی به هر حال طرف تا یه حدی مثلا بله. دانه اون اصلی رو داشت. آره. لایو ما 1 ساعتمون تقریبا تموم داره میشه، 2-3 دقیقه مونده. ممکنه که ناگهان به من پیام بده که آقا این لایو تایمش تموم شده. من خیلی دوست دارم چند تا سوال دیگه از شما بپرسم، برای همین من مجبورم یه بار این لایو از لایو بیام بیرون، از دوستان عذرخواهی میکنم و دوباره برمیگردم به لایو. سعی میکنیم ماکسیموم تا نیم ساعت دیگه این لایو رو تمومش کنیم که وقت شما رو هم نگیرم.
و دوستانم خستن در ایران، میدونم دیگه پایان شبه و خوابشون میاد. ولی خب چند تا سوال خیلی مهم دارم که فکر کنم جواب شاید سوالات دوستان دیگه هم باشه. اگه اجازه بدیم من این لایو رو قطع میکنم، از همه دوستان عذرخواهی میکنم، ولی به محض اینکه دوباره اینو تونستم فعلا سیوش کنم توی پیج، بلا فاصله میام رو لایو دوم و شما رو درخواست میکنم تشریف بیارین بالا آقای نامدار عزیز. ممنونم بله، ازتون. فعلا قربانش. مرسی. ببینم